در این لوحه روی خط اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی که سال 41-45 از میکران مکتب رقم 7 که حالا به نام اسمت عالم گذاشته است گرد آورده شده است. همه این شخصان از همین ناحیه در جنگ بزرگ وطنی اشتراک کردند و برای خاطره آنها ابدی در نقش دل شاگردان و همدیاران خشتواران آن نقش بندند. این لوحه برای همین گذاشته شده است. خب این لوحه در دوره 40 سالگی غلبه بر جنگ بزرگ وطنی با راهبری اسمت عالم تأسیس یافته است و همه خوانندگانی که من بعد در اینجا تحصیل میکنند از خشت باران آنها در اینجا ثبت شدند و من بعد همچون موزه تاریخی در مکتب دائم جاودان میماند و در اینجا من اثرهای تاریخی از دوره رولوسیون فوریه در بخارا، در دوره رولوسیون کبیر سوسیالیسم اکتبر در بخارا، اثرهای جاودانه استاد عینی که در دوره رولوسیون و نوشته شده است و تاریخ تاجیکان نیز در اینجا موزه تأسیس دارد.